سلام، خسرو هستم. امروز با یه غذای شمالی دیگه در خدمتتونیم. روشن اومده که تو این غذا به من کمک کنه. این غذا اسمش هست جوجه سیاه. خیلی غذای خاصیه. اینو بازم دستورش از مادر بزرگمه. اینا وقتی که میرفتن این دهات‌های اطراف لاهیجان این غذا رو درست میکردن. اون موقع مرغ رو وقتی میپخت میذاشتن لای نون برنجی مثل ساندویچ میخوردن. مواد اولیه برای درست کردن جوجه سیاه مرغ هست. مرغ حتما باید با پوست باشه، گردو، یه پیاز کوچیک، رب انار، نمک و فلفل و زردچوبه، گلپر، کره. یه نخ و سوزن هم لازم داریم که آخر باید شکم مرغ رو بدوزیم. خب درست کردنش خیلی ساده است. این مواد رو باید توی مخلوط کن با هم قاطی کنیم. گردو و پیاز و ادویه‌مون رو با گلپر با بیشتر رب انارمون، یه مقدار رب انار هم نگرم داریم آخر سر لازم میشه. خب روشن اومده که بهم کمک کنه. اولین کاری که میکنیم، چون باید داخل شکمش رو این مواد با این مواد پر کنیم، سمت گردنش رو میدوزیم که مواد ازش خارج نشه. بعد بهتون نشون میدم. خب سمت گردنش رو دوختیم. الان باید شکمش رو از این مواد پر کنیم. بعد از اینکه شکم مرغ رو پر کردین از این مواد، از سمت سینه از این بالا شروع میکنیم به دوختن تا پایین کلش رو باید بدوزین که موقع پخت این مواد ازش خارج نشه. این مرغ باید 2-3 ساعت بمونه تو حرارت کم تا بپزه. بهترین روش برای درست کردنش اینه که اگه از این نخهای مخصوص آشپزی دارین، قشنگ دورش رو با نخ ببندین که این از هم دیگه وانره. قابلمه‌ای هم که استفاده میکنین حتما یه قابلمه‌ای باشه که نسوز باشه یا مثلا تفلون باشه که مرغ بهش نچسبه. وسطای این کار باید مرغ رو برش گردونین. اگه که قابلمه‌تون خوب نباشه ممکنه که بچسبه بهش. توی مرحله آخر باید با چنگال روی مرغ رو سوراخ بکنیم. نمک فلفل که زدیم، رب انار رو میزنیم و شروع میکنیم به ماساژ دادن. خب توی مرحله آخر این پاهاش هم بیاریم بالا و اینجا به هم دیگه بروزین. اگه طناب آشپزی دارین که با طناب ببندید، اگه نه هم که با نخ. خب یه قابلمه بزنیم روی گاز. سایز قابلمه باید یه جوری باشه که دور مرغ یه ذره جا داشته باشه، نباید چسبیده باشه به دور قابلمه. وقتی که داغ شد قابلمه‌تون یه تیکه کره توش بندازین و بعد مرغ میذاریم داخلش. خب زیر قابلمه رو کم میکنین و مرغ رو میذاریم داخلش. این رب اناری هم که مونده روش دوباره میریزیم و یه ماساژ کوچیک میدیم. اگه از این مواد داخل شکمش هم اضافه موند، مثل توپ در بیارین و بذارین توی قابلمه. یه نصف استکان هم آب بهش اضافه میکنین. حواستون باشه که آب رو روی مرغ نریزین. تو مرحله آخر مرغ یه ذره بلندش کنید که این آب زیرش هم بره و تمام. درش رو میبندیم، زیرش رو کم میکنیم. این هولوش 2-3 ساعت طول میکشه تا بپزه. خب جوجه سیاهمون آماده است. روشن اومده که امتحان کنه. امروز کلی هم کمک کرده. تبریک.
چطور بود؟ عالی بود. خیلی غذای خوشمزه ایه. امیدوارم که درست کنید، از خوردنش لذت ببرین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا هفته بعد، خداحافظ. مثل تو میگم. خوب چطور بود؟ درست بکن. دارم مثل تو میگم. سلام، خسرو هستم. امروز میخوایم با هم یه غذای خیلی خاص درست کنیم. این وقتی شکم مرغ رو از این مواد پر کردین، باید از سمت ما تحت خب زیر قابلمه رو کم میکنیم و مرغ رو میذاریم داخلش.